سلام، فاطمه هستم، مدیر بخش بازاریابی گروه زنیس. به ایونت زنیس خیلی خوش آمدید. چند لحظه صبر می‌کنیم که همه دوستان جمع بشن و بعد ایونت رو آغاز می‌کنیم. امروز قصد داریم در ارتباط با نحوه استفاده از لینکدین و ساخت پروفایل حرفه‌ای در لینکدین صحبت کنیم. اما قبل از هر چیز باید بدونیم که چرا بهتر اصلا در لینکدین فعالیت داشته باشیم. بر اساس گزارش‌های جهانی حدود 5 میلیارد کاربر در رسانه‌های اجتماعی داریم که حدود 64% از کل جمعیت جهان رو شکل میدن. اما این شبکه‌های اجتماعی هر کدومشون هدف‌های خاصی رو دنبال می‌کنن که مخاطبان متفاوتی رو هم به خودشون جذب می‌کنن. مثل شبکه‌های اجتماعی که برای شبکه‌سازی هستن، مثل فیسبوک و لینکدین، و یا شبکه‌های مبتنی بر تصویر مثل پینترست و اینستاگرام، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری و پخش ویدیو مثل یوتیوب، انجمن‌های بحث و گفتگو مثل کلاب هاوس و وبلاگ‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی مثل مدیوم و فیسبوک. همونطور که گفتم فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی و این شبکه‌ها کاملا متفاوته. مثلا فیسبوک به منظور ارتباط با دوستان و پیام دادن به اونها استفاده میشه، اما از بین همه این شبکه‌های اجتماعی لینکدین بیشتر به منظور دیدن اطلاعات و اخبار روز و ایونت‌ها و رویدادها استفاده میشه و یا به منظور دنبال کردن یا تحقیق درباره برندها و محصولات استفاده میشه که این نشون دهنده تخصصی بودن این شبکه اجتماعی توی حوزه کاری هستش. در واقع پلتفرم لینکدین یک پلتفرم اجتماعی هستش که حدود 900 میلیون کاربر داره و بیش از 58 میلیون شرکت رو در خودش جای داده که توی اون فعالیت میکنن. همچنین توی لینکدین هر ثانیه 90 درخواست شغلی ثبت میشه و هر دقیقه هم 8 نفر از طریق لینکدین استخدام میشن. پس کاربردهای لینکدین میتونه ارتباط با متخصصان تو حوزه کاری خودشون باشه، یافتن فرصت‌های شغلی باشه، برندسازی شخصی و حرفه‌ای، پیدا کردن همکاران و شریک‌های تجاری، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات باشه، اشتراک گذاشتن دیدگاه‌ها و نظرات باشه، تحلیل رقبا و جذب سرمایه و همینطور یادگیری مهارت‌های جدید باشه. اما ما توی این ایونت میخوایم در ارتباط با استراتژی‌های برتر لینکدین صحبت کنیم که در واقع باعث شده لینکدین گروه زنیس در صدر و بالای رقبای خودش قرار بگیره توی جذب فالوور و همینطور تعامل با اونها. از جمله این استراتژی‌ها شامل بهینه‌سازی پروفایل، شبکه‌سازی توی لینکدین، تعامل فعال با جامعه لینکدین، برگزاری و شرکت کردن توی رویدادها، توصیه‌نامه و تاییدیه مهارت‌ها و ابزارهای پیشرفته لینکدین هستش. توی این بخش لطف کنید لینکدین خودتون رو توی سیستمتون باز کنید و همزمان با توضیحات هر مرحله از اون رو توی لینکدین خودتون تمرین کنید. در اینجا افتخار دارم از جناب جاهد پری مدیرعامل شرکت زنیس دعوت کنم که توضیحات و استراتژی‌های تخصصی لینکدین رو به صورت لایو در لینکدین بر شما توضیح بدم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستانی که تشریف آوردن در کارگروه آموزشی رایگان زنیت. ما در جلسه اول از مباحثی که برنامه داریم برای آموزش دوستان، اولین برنامه‌مون آموزش لینکدین هست. یک پلتفرمی که خیلی از ایرانی‌ها به نظر میاد که درش شرکت ندارن. از اونجایی که ما در این پلتفرم درخواست نیرو میکنیم برای کارمندی یا برای مهارت یا چیزی، بیشتر افرادی که در این لینکدین هستن افرادی خارج از این، افرادی غیر از ایرانی هستن که رزومه‌شون رو میفرستن برای درخواست کار غیر و ذالک. ولی و از اینجا به این نتیجه رسیدیم که باید یک آموزشی رو برای ایرانیان داده بشه تا بتونیم این توانایی رو به دوستانمون هم ارائه بدیم که بتونن از لینکدین استفاده کنن.
ابتدا من سعی میکنم بیشتر به صورت کلیات موضوع بپردازم تا به جزئیات. دوستان بعد از اینکه ثبت نام بعد از اینکه رجیستر کردن، لینکینشون رو درست کردن، با مشاهده این ویدیو میتونن بعداً خودشون جزئیات رو برن و سرچ کنن و بیشتر ازش کند و کاش کنن تا متوجه بشن چجوری کار میکنن. ما از اونجایی که توی لینکین تقریبا از 6 ماه گذشته وارد حسابمون رو باز کردیم، هم حساب شخصی خودم رو باز کردم و هم حساب پیجم و همچنین گروهمون. بنابراین سرعت و پیشرفتمون رو آنچنان جذاب دیدیم که باعث شد به این فکر بیفتیم که اگر این توانایی داریم که میتونیم این سرعت رو داشته باشیم، برای دیگران هم اینو آموزش بدیم. از اینجا که میبینید این دیوار حساب شخصی منه، حسن جهادپری، که CEO شرکت هستم، که در این دیوار میشه گفت پیجای مختلف که یعنی پستایی که دیگران شیر کردن رو من میبینم، مثل بقیه سوشال مدیا، مثل اینستاگرام و فیسبوک. اینجام یک دیوار داره و در کنارش یک پیجی که مال خود من هست که از این طریق میتونم واردشم، پست بذارم و دیگران رو به اشتراک بذارم. اینجا البته قسمت شیر داستانه که عکس یا ویدیو یا آرتیکل یا مقاله‌ای که گفته شده اینجا میشه گذاشت. ابتدا میریم برای اینکه چجوری پورتفولیومون رو آماده کنیم تا لینک این رو متقاعد کنیم که ما یک حساب کاربر واقعی هستیم و دارای ارزش واقعی هستیم. شما با زدن روی اسمتون وارد پیج خودتون میشین، وارد صفحه میشین که تو اینجا میتونید اطلاعات رو وارد کنین. اگر دقت کنین این پورتفولیو عکس من و اینم شرکت هایی که بک‌گراندش با دیجیتال دیزاین طراحی شده، اینا اینجوری طراحی کردم. با ادیتی که اینجا هست میتونین این کار رو انجام بدین و همینجوری که میبینین تقریبا 5710 تا فالوور دارم و 500 به علاوه کانکشن. و از 500 به بعد و دیگه نشون نمیده تعداد کانکشن ها رو، ولی وقتی بزنین رویش متوجه میشین که تقریبا به همون اندازه فالوور یه کمی کمتر من 5278 تا کانکشن دارم. تفاوت کانکشن با فالوور در اینه که در کانکشن ارتباط دو طرف است، یعنی هم من فالویشون طرف مقابل رو دارم و فالو رو دارم و هم فالوور فالو منو داره، یعنی منم فالو اونو دارم، یعنی دو طرف دارن همدیگه رو فالو میکنن. ولی در فالوورها فقط اونا منو فالو میکنن، گرچه مجموع تعداد کانکشن ها که 5200 خورده ای بود به علاوه افرادی که منو فالو میکنن میشه مجموع 5710 تا. و این مسئله باید بدونی که اینا دوتا تقریبا خیلی به هم نزدیکن، چون افرادی که همدیگر رو فالو میکنن میشن بخشی از فالوورای اون پیج. بعد از اون وقتی میایم پایین تر، خب بحث قسمت آنالیتیک رو داریم که در موردش صحبت میکنیم و یه بیوگرافی یا ابوت در مورد خود فرد که فرد چی کاره بوده، چی کار کرده، داره در مورد چی میخواین صحبت کنین و همچنین خدماتی که ارائه میده. حالا این یه کمی بیشتر بیزینسی این قسمتش تا پورتفولیو، ولی شما میتونید بگید آره این خدمات منه که حالا در قالب شرکت‌های یا پیجایی که دارین رو میتونید معرفی کنین.
همچنین بخشی داریم به عنوان فیچر. بنابراین این فیچر و همچنین سرویس و همچنین بعد از اون اکتیویتی تصاویرایی هستن که وقتی فردی میخواد بیاد تو پورتفولیو شما و شما رو نگاه کنه و ارزیابی کنه، اینا رو میبینه. بنابراین اینا کدومش اول باشه تو این تصاویرها، تو هر بخشی توی سرویس کدومش اول باشه، تو فیچر کدوم از این محتواها اول باشه و یا تو قسمت اکتیویتی کدومو اول نشون بده. حالا ما اینجا داکیومنت رو گذاشتیم اول نشون میده. داکیومنت میتونه یک پی دی اف چند هفته صفحه‌ای باشه که مثل کتاب دیجیتال وقتی واردش میشین میتونه ورق بخوره، یا اینکه پستایی که ما اون تو در زمانهای متوالی گذاشتیم و میتونه به اشتراک گذاشتیم و میتونه نشون بده برای کسی که داره ما رو ارزیابی میکنه، یا حالا کامنت یا ویدیو یا ایمیج یا حالا و همچنین آرتیکل هایی که داریم. ما لینکین خیلی دوست داره که آرتیکل یا همون مقاله های فنی حالا تو رشته و کار خودتون رو به اشتراک بذارین و اینا همش برای شما امتیاز داره. مجموع این امتیازات باعث میشه که ارزش حساب شما بهتر دیده بشه و بهتر مورد قبولتر واقع بشه. هرچه ارزش حساب شما بالا بره، دیده شدن شما و سفارش شدن شما از طریق لینکین بیشتره. پارامترهای زیادی وجود داره که این ارزش گذاری حساب شما رو برای لینکین افزایش میده. یکیش همون پست ها و حالا کامنت ها و اینجور چیزاست که دیدین. یکیش خود آرتیکل هاست که مثلا همین آرتیکل در مورد سی فاکتور چرا رشد میکنه دبی که اگه بزنم روش یه چنین آرتیکلی رو شما مثل یک مجله یا مقاله میتونید ببینید که ما آرتیکل های مختلف داریم که اینا رو باید دیگه تو قسمت آرتیکل نمیتونید یک جا بفرستین، باید تو خود محیط لینکدین عکس و نوشته ها رو وارد کنید. بعد از اون نیوزلتر یک نوع مجله است که میتونه روزانه، هفتگی یا ماهانه از طرف شما پخشه. حالا میتونه موضوعات مختلف بشه. فرض کنین شما یک مجله الکترونیکی دارین که اینو برای کار برای فالووراتون دارین به اشتراک میذارین و لینکدین خیلی دوست داره این نیوزلتر رو شما داشته باشین و برای شما خیلی ارزش قائل میشه و هر ماه شما فقط یه دونه عنوان نیوزلتر میتونید داشته باشید. مثلا ما اینجا 2 تا عنوان داریم، یکی Investment Partnership Proposal و یکی دیگهش Property Development Partnership Proposal. حالا اولش یعنی که سرمایه گذاری کنین در مورد شرکت، پیشنهادهای شرکتی که ما برای سرمایه گذاری داریم، و دومیش که برای افرادایی که دنبال زمین میگردیم براشون، دنبال زمین میگردیم برای دیولپرهایی که پلات آنرها، ما اونا که مالک زمین هستن جداگانه صحبت میکنیم. ولی هر کدوم اینا وقتی روش میزنید میتونه عرضم به حضورتون که الان تو این شاید جدیده، این نبوده ولی اینو جدیدن بچه ها زدن که، ولی اینو فکر کنم آره اینو قبلا استفاده کردن. میبینید که مقاله های مختلف به صورت نیوزلتر، یعنی هفتگی یا حالا ماهانه، ما مقاله های مختلف داریم که اینجا هر کدوم در موردش صحبت شده. تعداد سابسکرایب های این 1241 هست، یعنی 1241 نفر اینو عضو این مگزین شدن، مجله شدن. شاید اینایی که سابسکرایب شدن فالوور زنیت هم نباشن و خارج از فالوور باشه. اینا در حساب
خود من هستش، یعنی این دوتا نیوزلتر در حساب من هستش. ما همینو توی حساب پیج زنیت گروپ هم جداگانه داریم. حالا اینو بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. بعد از اون بحث حالا تجاربی که دارین، تو کجا کار کردین، عنوانی که دارین و تمام فعالیتایی که از گذشته تا به حال مثل رزومه و غیر و زالک دارین رو میتونین بنویسین و عکساشو آپلود کنین و کجا تحصیلات داشتین. خب حالا مثلا من تو هریودوات کانستراکشن پروژکت منیجمنت رو خوندم، یا طراحی داخلی خوندم، یا حالا ست ادویکیشن دیگه دارم که اینا رو همه رو پر کردم و وارد کردم. همچنین لایسنس ها و سرتیفیکت ها و شرکت هایی که حالا هستن که بالا بر 10 تا سرتیفیکت و لایسنس ما اینجا آپلود کردم. همچنین میتونه یک سری پروژه ها باشه یا یک سری فعالیت های دیگه تون باشه که میتونید تو قسمت پروژه اینجا به صورت به علاوه وارد کنید. همچنین هنرهایی که دارین، تقریبا تو این هنرها مثلا شما تو یک سری چیزا تخصص دارین. حالا میتونه مدیریت پروژه باشه، میتونه تجربه در مثلا کار ساخت وبسایت باشه، یا مثلا ورد و اکسل و غیره و اینا باشه که میتونین هر نوع تالنتی یا هر نوع مهارتی که دارین اینجا اضافه کنین. اما خوبی این مسئله اینه که دیگران هم بیان شما رو اندورسمنت کنن و تاییدتون کنن. مجددا این کار باعث میشه برای لینکدین جذاب به نظر بیاید و ارزش شما رو بالاتر میبره. هرچی بیشتر تاییدیه بگیرین از دیگران باعث میشه بیشتر مورد تایید لینکدین قرار بگیریم. تو اسکیلایی که حالا شما میبینید اینجا تقریبا 22 تا اسکیل رو من تعریف کردم که حالا مدیریت در ساخت هست، یا مثلا ریل استیت دیولپمنت هست. حالا خیلی زیادن اینا رو ما حالا اگه بخوام برم توش، حالا من سعی میکنم خیلی سریع ازش رد شم. طراحی داخلی، اینا مهارتایی هست که من حالا دارم و گذاشتم تو این. میتونه خیلی فعالیت های دیگه باشه که هر کدوم اینا توسط افرادی مثلا اینو وکیشن ها، مدیریت اجاره، اینو مهارت همه دیگه، اینو 18 نفر اینو مثلا تایید کردن. به همین صورت برمیگردم تو همون صفحه که بودیم و در کنار اون یک سری رکومندیشن ها داریم که دیگران یا شما به دیگران یا دیگران به شما این تاییدیه رو میدن که آره مثلا ما با شما کار کردیم یا شما با اونا کار کردین و به همدیگه رو تایید میکنین. تقریبا بالای 23 نفرم این تاییدیه رو به من دادن و حالا منم به اینا این رسیو، یعنی دریافت از رکومندیشن یا سفارش ها که دیگران منو تایید کردن و سفارش میکنن به دیگران، و همچنین منم تقریبا به همون اندازم به دیگران تایید و سفارش دادم. تقریبا هر کی به من سفارش رو تایید میکنه منم به احترامش اینو برمیگردونم. بعدش پتنت یا چیزی رو شما رجیستر کردین، لوگویی رو، اسمی رو یا اختراعی رو، که باز اینو شما میتونین توی قسمت پتنت اینجا بذارین. یا اگر آوارد یا دستاورد یا چیزی رو دارین که به اشتراک بذارین، عکسی رو با کس خاصی گرفتین که میتونه به شما رو برای شما تحسین برانگیزه، میتونید اینجا بذارین. حالا زبان‌های مختلف هم که هر کدوم زبان‌ها رو، مثلا من چینی و انگلیسی و حالا فارسی که دیگه میشه با گذاشتن مثبت در اینجا همه اینا رو قرار داد. و همچنین ارگانیزیشن، من خب پیج زنیت رو دارم و میتونم پیج دیگه‌ای که دارم رو اینجا بذارم. حالا اینترست بودم حالا به این آقای ریچارد وین، حالا هر کسی دیگه که شما اینترست هستین، اگه فرده، اگه کمپانی باشه، مثلا من اینجا بایوتو خلیج تایمز، یا اگه گروه باشه اینم گروه خودم، تو گروه خودم فقط عضوم، ولی خب میتونه یا اینکه نیوزلتر باشه که میتونه همون مجله که گفتم از طریق لینک این تعریف میشه رو عضو شم. اینجا هم قسمتی هست که علاقه کازز، یعنی همون به چه چیزایی علاقه دارم، که اگر اینو ادیتشو ببینید مثلا من در مورد هنر و فرهنگ و آموزش و محیط زیست و بهداشت و اینا علاقه مندم. مجموعه اینا میشه پورتفولیوی شما
که هر چی روش کار کنین، هر چی اضافه کنین، هر چی تاییدیه یا تحسین دیگران رو به خودتون برای خودتون بگیرین، باعث میشه که ارزش شما برای لینکدین بیشتر بشه. حالا هر کدوم بخش میتونید اضافه کنین یا اینکه بیاین این بالا تو قسمت اد پروفایل سکشن بزنین و هر کدوم رو جدا جدا به صورت مثلا قسمت ادین پوزیشن یا ادین سرویس یا هر کدوم اینا رو جدا میتونید. قسمت ریکومندد رو یا قسمت های دیگه داره مثل ادیشن که هر کدومش میتونین هم پتنت که دیدین و آواردز و اینا رو ببینین و اضافه کنین به موضوع. در همین صفحه شما میتونید وبسایتی که دارین، لینک هایی که میخواین رو وارد کنید. مثلا میتونه اینجا بره، مثلا من وبسایت خودم و شرکتم رو اینجا تعریف کردم که با زدن این وارد وبسایت شرکت میشم. حالا یه مقداری طول کشیده، این میتونه وبسایت شرکتم رو ببره نشون بده. همچنین یه سری ریسورس ها داره که حالا میخواین این فایل، این پورتفولیوتون رو برای کسی پیام بدین، مسیج بزنین تو لینک این که مثلا اینو میزنین برای افراد مختلفی که شما میشناسین، با هم کانکت هستین، این پورتفولیو شما رو براش میفرسته. یا اینکه به صورت پی دی اف در بیارین که در این صورت این پی دی اف اینجا میاد بالا و مثل یه نوع رزومه است، ولی خب اون کیفیتی که یک رزومه داره رو نداره. ولی با این حال میتونه به صورت یک نوع رزومه یا سی وی تمام اطلاعاتی که قبلا توی لینک این وارد کردین رو وارد کنه و اینو به صورت پی دی اف فرسته. با این تفاوت که میتونه این لینک ها رو هم فعال داشته باشه به صورت پی دی اف. و همچنین مطالب دیگه که میتونین اینجا وارد کنین که اینجام حالا پیجم گذاشته و اینجام هریودواتس. اینجا هم اگر کلیک کنین میتونید اون بیسیک ترین اطلاعات و اینکه هدلاین همون بیوگرافیتون رو و موقعیتتون رو که دارین چی کار میکنین و تحصیلاتتون و لوکیشن و جایی که زندگی میکنین و بقیه داستانا رو اینجا هم اضافه کنین و این بک‌گراند هم از طریق این میتونین آپلود کنین و بک‌گراند رو جدا آپلود کنین و پورتفولیوتون هم جدا آپلود کنین. یک چیزی که خیلی مهم هست ادین وریفیکیشن بچ هست، یعنی تشخیص بده که شما همون فرد واقعی هستین که با زدن این پاسپورتتون رو لازم داره که باش ازش عکس میگیره به صورت آنلاین با موبایلتون و اونو تایید میکنه. اکثر کشورها در حال حاضر در مورد تایید لینکدین تو این زمینه نیستن. شاید تعداد محدودی، شاید فکر کنم 12 تا کشورن که مورد تایید لینکدین قرار میگیرن. بعضی از کشورها تا اونجایی که میدونم حتی هند یا پاکستان هم همانند ایران مورد تایید نیستن. ولی اگر بتونید اینو وریفای کنین، دیده شدن شما به تناسب بسیار بالاتری برای دیگران مورد پذیرش قرار میگه، یعنی لینکدین بیشتر شما رو به دیگران نشون میده. این تمام موضوعاتی بود که در مورد پورتفولیوی خودتون بود که من تقریبا به صورت خیلی کلی نخواستم تو جزئیات برم تا رشته کلام هم از من دور شه و همچنین شما رو خسته کنه. بیشتر سعی من بر اینه که شما رو با محیط اینجا آشنا کنم تا بعد شما خودتون با رفتن تو جزئیات هر کدوم از این موضوعات بتونید دیسکاور کنید و کشف کنید و برین جلو. پیشنهادی که به شما دارم لطفاً حتما با دسکتاپ با لینکدین کار کنید اگر ابتدای کار هستین، چون با موبایل خیلی سخت هست و فهمیدنش یه کمی پیچیده تره.
ولی با دسکتاپ به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید و همه مشخصات با دسکتاپ بسیار بسیار راحت تر برای شما مشخص میشه. پس بنابراین لطفاً با دسکتاپ کاراتون رو انجام بدین و هر وقت با محیطش خوب آشنا شدین با موبایل حالا میتونین برای اشتراک گذاشتن و بار گذاشتن مطالبتون و پست و غیر ذالک با موبایل کار کنیم. خب این بخش پورتفولیوی من بود که حالا از اینجا که نوشته من اینجا رو زده بودم، اینجا رو پورتفولیوی منو به من نشون داد. ولی بخش دیوار من که دیگران پست میکنن این بود که الان مثلا خب من هم قبلا گفتم مثلا سابسکرایب خلیج تایمز هستم و پست خلیج تایمز رو برای من نشون میده، یا مثلا من فالوور ایشون هستم و یا کانکتم با ایشون به من نشون میده. حالا اگر تبلیغات هم باشه جدا نشون میده. ما برمیگردیم روی بخش دیوار چون تو قسمت پیجمون و گروهی که داریم و از اینجا میتونیم وارد شیم و نشون بدیم. اما قبل از اینکه پیجمون و گروهمونو، یعنی گروه مثل فروم میمونه، جایی که همه میتونن در کنار هم در اون محیطی که شما دعوتشون کردین در کنار هم صحبت کنن. حالا اگر یک نوع بیزینس رو با افراد خاصی دارین صحبت میکنین و میخواین یک نوع فرومی داشته باشین که همه با هم در ارتباط و تعامل باشن، این گروه ها میتونین تشکیل بدین. نیوزلتر هم که بهتون گفتم مثل یک مجله میمونه که شما میتونید بارگذاری کنین هر ماه یا هر هفته و لینکین خیلی دوست داره و از این طریق میتونه سابسکرایب های زیادی رو از حتی اگر فالوور شما نباشن و به این گروه ها دعوت کنن. و سومین چیزی که در اینجا میبینید ایونت ها هستن که اونم موضوع خیلی جالبیه برای لینکین. در کنار نیوزلتر و گروه و پیجی و همون پورتفولیو قوی که تعریف میکنین، اون ایونت ها میتونه ایونت هایی باشن که بعدا در موردش صحبت میکنیم به چه شکل کار میکنه. ما یه لحظه از اینجا فاصله بگیریم، بریم موضوعات دیگر هم ببینیم و دوباره برمیگردیم توی بخش دیوار حساب خودم که بیشتر متوجه شین سر این مسئله. قسمت نتورکینگ رو میبینید که الان ما یک نفر یا من قبلا اینوایتش کردم و الان میخواد دعوت منو پذیرفته و یا اینکه ایشون منو دعوت کرده. حالا من با زدن این کلیک این میرم تو این پیج که بله این خانم سوزان جان ببخشید از من درخواست کرده که با من کانکت، یعنی ایشون منو فالو میخواد بکنه و منم ایشونو فالو کنم و منم با اکسپت کردن ایشون این کارو میکنم و تعداد کانکشن های من به 5278 تعداد میرسه. تو قسمت نتورکینگ که حالا که هستیم تعداد کانکشن همون رو 5278 تاست. تعداد فالوینگ و فالوورتونم فالوینگ و فالوینگ هم اینجا با زدن این کلیک میتونیم ببینیم که من تعداد زیادی رو فالو نمی کنم ولی کانکشن باشون هستم. یعنی اگر کانکشن هستم فالوینگشون میکنم، ولی اگر کانکشن نیستم میتونه این فالوینگ هایی که کرده باشم به این شکل باشه که قبلا شاید ما با هم کانکت بودیم و ایشون شاید از پستای ما خوششون نیومده باشه و از کانکشن که با هم زدیم بیرون اومده و الان فقط منم که ایشونو فالو میکنم و ایشون پیج منو فالو نمیکنه. به هر حال میتونم منم حالا که مثلا فرضاً ما قبلا با هم فالو میکردیم، همدیگه رو کانکت بودیم و الان فقط من فالو میکنم، میتونم منم مثلا دیگه ایشونو فالو نکنم. با این کار دیگه منم ایشونو میتونم فالو نکنم، بیام بیرون از موضوع و هم دیگه هیچ کدوممون همدیگه رو فالو نمیکنیم. اما تو قسمت فالوورها که تقریبا 5711 تا هست، یک سریشون منو فالو میکنن، من فالوشون نمیکنم، یا اینکه من و یا ایشون همدیگه رو فالو میکنیم. این تو قسمت فالوینگ و فالوورای فالوینگ بود. اینجا میشه بحث ارتباطات هستش.
تو قسمت گروپ هم که گفتم همون فروممون هست که زنیت پارتنرشیپ پروپرتی دیولپمنت 78 تا عضو داره و ما از اینجا مثل فروم میمونه، یه چت خصوصی بین یک سری اعضای خاصی رو ما اینجا تعریف کردیم. و موضوع بعدی اون ایونت هایی هست که من قبلا 10 تا ایونت یا شرکت کردیم یا شرکت خواهیم کرد یا از ما هستش هستیم از طریق پیجمون. خب من الان صاحب حساب هستم، نه به عنوان صاحب حساب منو میبینه تو اینجا و من الان تو این ایونت ها اینوایت کردم خودمو، یعنی قبول کردم که بیام و ایونت ها رو در زمان خودش ببینم. مثلا این دوتا مال ماست که از طریق پیجمون دوستانی که همکارمون در زمان خاصشون حالا یا به زبان عربی یا به زبان انگلیسی این ایونت ها رو برگزار میکنن، مثلا به صورت آنلاین. حالا این ایونت ها میتونه از طریق خود پلتفرم لینکین باشه یا حالا من میرم روی یکی از اینا تا بیشتر متوجه بشید. آقای محمد علی سیری یکی از همکارای ما هستش که ایشون در مورد کدام دیولپر بهتره برای سرمایه‌گذاری در تاریخ 12 فوریه ایونتش برگزار میشه و تقریبا 12 نفرم تا الان تایید کردن، همچنین من که توی این ایونت ایشون مثلا شرکت کنم. حالا گروه دیگه هم اینجا لایک و اینا کردن و این ایونت میتونه توی خود پلتفرم لینکین باشه یا ایشون گذاشته توی گوگل میت این لینک اینو، یعنی ما در این تاریخ در ساعت 5 به وقت یا لوکال تایم، یعنی حالا اگر ایرانید یا دبی یا هر جایین میتونید بر اون ساعت تشریف بیارین، این کلیک رو بزنید و وارد گوگل میت بشین و با صحبت ایشون گوش بدین به صورت آنلاین. حالا میتونه هم فیزیکی باشه ایونت یا به صورت آنلاین باشه و اون آنلاین میتونه یا گوگل میت باشه یا لینک خود لینکین باشه یا هر نوع پلتفرم دیگه ای که اینجا لینکش رو به اشتراک گذاشتن. برمیگردم روی صفحه قبلی. بنابراین اینجا نشون میده که تقریبا 3 تا ایونت هست که در آینده من قراره که درش شرکت کنم که یکیش توی آگوست 2025 در مورد آتودسک بیم تکنولوژیه و این دوتا هم که ایونت های خود شرکت زنیت هست که من تایید کردم که منم میخوام شرکت کنم. اگه اینجا شو آل بزنم تقریبا 17 تا ایونت هست که این 3 تا اول خب ایونت هایی هست که من هنوز زمان دارم برای دیدنش و اینا ایونت هایی هست که گذشته و من یا شرکت تایید کردم که شرکت کنم یا دیدم یا ندیدم. به هر حال یک سرش هم حتی ایونت های خودم من بوده. برمیگردیم از ایونت دوباره به پیج. بعد از ایونت که حالا گروپ گفتم، ایونت هم خدمتون گفتم، حالا پیجم به این شکله که ما چند تا پیجو، یعنی حساب من، حساب شخصی من چند تا پیجو داره دنبال میکنه که یکیش برای زنیت اسپورت کلاب پیج هست که تازه تأسیس شده و 5 تا فالوور داره و بایوت و خلیج تایمز هم پیجایی هستن که خب فالوورای خودشونو دارن. دوباره ما 3 تا پیج دیگه داریم که باز مال زنیت، یکیش پیمانکاری که اینم شرکت پیمانکاری مونه که خیلی روش کار نکردیم ولی خب شرکت زنیت گروپ که 5 ماه پیش 6 ماه پیش تأسیسش کردیم الان 18,000 خورده‌ای فالوور داره و همچنین زنیت ونچر هم که یکی دیگه از پیجای دیگه است که روی اینم تمرکز نداشتیم، بیشتر روی این تمرکز داشتیم، زنیت گروپ تمرکز داشتیم. من این 6 تا پیج رو دارم دنبال میکنم. این هم قسمت نتورکینگی بود که میشه گفت ما در موردش صحبت کردیم توی قسمت منیج مای نتورک. اما اینجا میاد خود لینکین یک سری از افراد رو به من پیشنهاد میده که بیام بر اساس اون علایقایی که من قبلا تو پورتفولیوم نوشتم یا کسایی رو که قبلا دعوت کردم و فالوور هم شدن یا فالوورشون شدم، بر اساس اون میاد به من اینا رو پیشنهاد میده که شاید اینا مورد
استقبال من هست. خب ما بیشتر کارمون ملک و ساخت و ساز هست، بنابراین در مورد سرمایه‌گذاری و ملک و ریل استیت این افراد به من معرفی کرده که من هنوز با اینا کانکت نیستم. حالا بعض از اینا بستگی داره تو دبی یا خارج از دبی اینا رو به من معرفی میکنه، ولی خب خودش سیستم هوشمندی داره، تقریبا میتونه این بخشو بره جلو. اینجا البته چند تا بخش داره. یکیش این افرادایی هستن که من با کانکشن میتونم با اینا در ارتباط باشم. بریم پیج اینجا که من اینا رو از طریق اون قسمت بالا از طریق فعالیت هایی که دارم نشون میده. اینجا از طریق طراحی داخلی که بازم یه نوع علاقه من هست رو به من نشون میده که بله اینتریور دیزاین، چون شما تو اینتریور دیزاین جذاب براتون، این افراد به من نشون میده. دوره بخش دیگه میاد اونایی که هم شغل من هستن یا مثلا سی او شرکتاشون هستن رو به من نشون میده و همچنین بعض از افراد به خاطر که کانکشن های دوم و سوم هم هستن رو به من معرفی میکنه و دوباره اینجا اونا که فقط تو کار ریل استیت هستن رو باز مجددا نشون میده و اینا که خیلی معروف هستن. مثلا 108,000 تا فالوور داره من خانم تینا کید مثلا توی ریل استیت و اینا هستن ولی پاپولارن، به من معرفی میکنه. همچنین ساجست های دیگه داره که همینطور میبینین اینا رو. حالا فقط هم افراد نیستن، میتونه پیج هم باشه، پیج این افراد یا گروه و اینا رو باز به من میتونه معرفی کنه که اینا رو تقسیم بندی کرده، بس تقسیم بندی کرده که بر اساس علایق های مختلفی که من قبلا نوشتم اینا رو معرفی میکنه که اینا اکثرا کانکشن ها هستن. حالا سابسکرایب و فالوینگ هم میتونه بر اساس اون موضوعات اگه پیج باشه انجام بگیره. قسمت گروش هستش، این هم قسمت کچاپ که اگر موضوعاتی داشته باشه اینجا هم گفته میشه. برمیگردم بعد از نتورک صحبت کردم تو قسمت جاب. تو قسمت جاب، بخش جاب یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین قسمت های لینکدین است. در اصل لینکدین برای این ساخته شده بوده که معرفی کنه کسایی که دنبال جوی کار میگردن به کارفرماها و یا به اونا که میخوان استخدام کنن نیروی کار رو. بنابراین اینجا اگر شما به دنبال کار میگردین بر اساس اون اطلاعات اولیه که نوشتین تو پورتفولیوتون اینا رو به شما پیشنهاد میده. خب من چون سی او شرکتم هستم، حالا کارهایی که میتونم استخدام شم اگر جایی، اینا رو به من معرفی میکنه که میگه بله شما میتونید استخدام مثلا چنین شرکتی یا بقیه شرکتی که حالا من جلسه سوالشو میزنم ببینین که چند تا 7 رزولت برای من آورده به عنوان سی او شرکتایی که علاقه‌مندن من براشون کار کنم. یه جور دعوت فرستاده. اما یه سری مسئله باید بدونیم. البته من اینو بزنم حالا مثلا چیف کامرشال آفیسر تو اینجا مثلا شرکت مونیفای دیجیتال بانک گفته که دنبال یک مدیر عامل میگرده. من نزدم، من اینو بزنم. یک دنبال شرکت آسترو لب دنبال یک مدیر عامل میگرده، چیف کامرشال آفیسر میگرده، مدیر عامل مالی میگرده که حالا گفته دیگه نیازاشو میگه باید تو امارات یا عربستان باشه. حالا نیازاشو گفته که کی هستن و چی هستن خودشون و به چه چیزی احتیاج دارن و اینجا دوباره لینکدین گفته خب 33% کلا 1185 نفر برای این کار درخواست دادن که 44 تاشون که هر روزی 44 تا به اینا اضافه میشه و 33% از کسایی که استخدام درخواست
درخواست کردن برای این کار دایرکتورها هستن و یعنی مدیر عامل هستن و CXO ها 18 و حالا وایس پرزیدنس ها 18%، سنیورها یعنی که دیگه سنیور لول هستن 16% هستن. اینجا تا اینجا میگه باز 13% از اینا که تقاضا کردن مستر دیگری دارن یا همون فوق لیسانس ها، 50% حالا MBA خوندن و بقیه هم که حالا درصداشو داره میگه. این یه سری آمارایی هست که میگه برای این شرکت کیا اپلای کردن. و ببینید دوستان خیلی از شرکت ها مثل این آقا، مثل این شرکت آسترولب، خب که حالا بریم روش میزنیم، اینا بعضی وقتا درخواستایی که میکنن واقعیت داره، بعضیاش برای که بتونن فالوور جمع کنن هستش. پس فکر نکنین اگر خیلی جا اپلای کردین از طریق لینکدین حتما باید به شما پیگیری کنن شما رو و به شما منتظرشون باشین. اکثر کسایی که دنبال کار میگردن جدا از این که اپلیکیشنشون و رزومهشون رو آپلود میکنن، وارد اون پیج طرف هم میشن و سعی میکنن باش کانکت شن. با کانکت شدن توسط ایشون میتونن بهش بعد پیام به صورت مستقیم بدن. اگر کانکت نباشن نمیتونن بهش پیام بدن و فقط پورتفولیوشون رو میفرستن. بنابراین خیلی از این شرکت ها جدا از این که حالا فقط دنبال اینن که فالوور جمع کنن، حالا به هر دلیلی میخوان تو زمینه کار خودشون با افرادایی که حالا مدیر عامل و غیره هستن با اینا تو لول بالا هستن ارتباط برقرار کنن. میشه گفت مثلا همین، حالا من اینا بزنم، مثلا این آستین ورنر، ایشون هم همینطوره که تقریبا 49 تا از کسایی که با من کانکشن هستن با ایشون هم ایشونو فالو میکنن. 67,000 تا فالوور داره و 2 تا 10 تا امپلوی داره و از این طریق میتونم اینوایت کنم که با هم کانکت بشیم و بعد از که با هم کانکت بشیم میتونم بهش پیام بدم که من میتونید مثلا استخدام کنین. یک نوع راحت تر میتونم به اینا پیام بدم. ولی خب از اونجا که گفتم خیلی از اینا میتونه واقعی نباشه و خب خیلی هاش میتونه واقعی باشه. این یک نوع پلتفرمیه که خیلی ها ازش استفاده میکنن. ما خودمون برای استخدام خیلی روزا استفاده میکنیم و دنبال این نیستیم که بخوایم فالوور به صورت این شکلی جمع کنیم، چون سعیمون بر کیفیت فالوورها هست نه افرادی که دنبال جوی کار میگردن. اونایی که دنبال جوی کار میگردن ما برای این هدف استخدامی استفاده میکنیم، نه برای این که فالوور جمع کنیم. این قسمت جاب بود که من برای شما گفتم و این موضوعات رو ما اینجا صحبت کردیم. اینجا میگه حالا مسیج مثل ایمیل، حالا کسایی که به شما پیام میدن چه ایمیلایی رو نخوندین یا پیامایی رو نخوندین، چه پیامایی رو شما درافت کردین ولی هنوز نفرستادین، یا اینجا فقط 2 تا مسئله هست که این میله که اینجا میبینید یکی هم مسیجه. این میل زمانی هست که شما با دیگران کانکت نشدید و به شما یک مقداری ارزم بزرگ شما تیکت میده، یعنی تقریبا بستگی به نوع حسابتون بین 30 تا 50 تا تیکت میده که شما میتونید به دیگرانی که باش ارتباط ندارین پیام بدین در ماه. هر ماه دوباره این مقدار تیکت رو به شما میده. یعنی شما با یه افرادی که دوست دارین پیام بدین، باش در ارتباط باشین ولی کانکت نیستین و میتونید از این طریق به اون فرد پیام بدین. ولی تو مسیج اگر باش کانکت باشین هر چقدر دلتون بخواد به هر کدام از این افرادایی که با شما کانکت هستن میتونید ایمیل بدین، مسیج بدین، پیام بدین، حتی متن، حتی محتوا اتچ کنین. ولی تو این ایمیل نمیتونید حتی محتوا اتچ کنید یا فقط یک تکست معمولی و خیلی خلاصه رو اجازه میده، چون نمیخواد
اجازه نمیده لینکین که خیلی مزاحم دیگران بشن افراد. به خاطر همین تا اونجایی که باشون کانکت کسی که نشده باشه، اجازه دسترسی اطلاعاتشو نمیده، اجازه پیام دادن به همدیگه رو نمیده. این هم قسمت مسیجه. بحث نوتیفیکیشن هم خب در مورد اینکه چه افرادی اومدن شما رو لایک کردن، شما رو اینوایت کردن، کانکت شدن، از چه پیجی خوششون اومده، قراره بیان تو چه ایونتاتون، همه اطلاعات به صورت کلی اینجا به شما میده که اگر مثلا من جایی میخوام، شغلی رو میخوام، یا حالا پستی رو گذاشتم تو زمینایی که دارم به صورت ماهانه مجله یا به صورت پست، اینا رو دوستان اومدن مثلا لایک کردن یا مسیج دادن، کامنت گذاشتن، اینا همه رو نشون میده. این هم میشه قسمت نوتیفیکیشن. بنابراین من تقریبا این 6 تا تولزی که این قسمت بالای لینکین تو قسمت بار لینکین هست و توضیح دادم خدمتون. یه جای دیگه هست به اسم فور بیزینس هست که اینجا باز دوباره همون گروه که قبلا گفتم مثل فروم میمونه و حالا صورت حساب اگر شما پریمیوم لینکین باشین میتونید اینجا صورت حساباتون رو ببینین. حالا در مورد اونم صحبت میکنم. اگه پست کرده باشین برای کاری رو اینجا باز میتونین ببینین، یا تبلیغاتی که مثلا اگر کمپینی گذاشته باشین، مثلا پستی رو پروموت کرده باشین یا نیوزلترتون رو پروموت کرده باشین یا شغلی رو استخدام میخواین بکنین برای دیگران، اینجا میذارم. اینجا هم قسمت لرنینگشه که میرین توش و آموزش های مختلف رو به صورت انگلیسی میتونید ببینید. اینجا میشه قسمت بیزینس موضوع. اینجا هم سلز نویگیتوره. این تنها برای اونایی که پریمیوم هستن که ماهی 300 خورده 360 درهم، حالا سالانه با یه تخفیف 3000 خورده درهم شما میتونید این آپشن رو داشته باشین که این آپشن اگه من کلیکش کنم به شما اجازه میده که با افرادی که میخواین کانکشن رو دسته‌بندی کنه و از این طریق شما رو با اونا لینک کنه. تو قسمت اکانتش اگه بریم، مثلا من میگم میخوام مثلا بحث قسمت ریل استیت، افرادی که تو ریل استیت کار میکنن رو ببینم. در اینجا 6 میلیون نفر کاربری که تو ریل استیت هستن رو به من نشون میده. یعنی این تمام این افرادا که حالا دارید میبینید تا 6 میلیون نفر همجوری برین صفحات همجوری ادامه داره. اینجا برای من آورده. حالا من باید اینو مثلا فیلترش کنم، بگم خب حالا من میخوام قسمت فیلترشون ران کنم. مثلا تو اوکی ریل استیت باشه، لولش چی باشه؟ حالا من اگر لولشو بذارم مثلا میگم میخوام فقط دایرکتور باشه. خب وقتی مثلا فقط دایرکتور رو بذارم از 6 میلیون شد 310,000 نفر در کل دنیا رو نشون میده. یا مثلا میخوام بگم سنیورم باشه، مثلا 3 میلیون نوشته روش دیگه، اگه دقت کنین نوشته. اگه مثلا استراتژیک ریل استیت پلنر میخواین 50,000 تا، وایس پرزیدنس میخواین 160,000 تا و همینجور اینتری لول، یعنی حالا اینا که فقط وارد شدن 800,000 تا. اینا رو تفکیک کرده. تو قسمت بعدی جغرافیه. شما مثلا نوشته چه کشوری رو میخواین، میگید من فقط مثلا دبی باشن، یا مثلا دبی فقط میخوام وارد کنم، دبی یونایتد عربیک. وقتی میزنین تعداد افرادی که تو این لول هستن میشه 51,000 نفر هنوز تو بخش ریل استیت دارن کار میکنن که دارای چنین پوزیشنی هستن. معلومه که تعداد زیادی تو این کار ملک هستن و خیلیا با لینکین دارن کار میکنن. دوست عزیزی که لینکین برات یه کمی باش کار نکردی، ببین دیگران چجوری دارن با لینکین کار میکنن. این نشان دهنده و اثبات کننده اینه که شما باید حتما سریعا این آموزش‌ها رو بری جلو و خودتو
آپ تو دیت کنی و لینکینگ که یک کار تخصصی هست رو نشون بدی. البته دوباره اینجا در مورد اینداستریال گفته، مثلا میتونیم بگیم فقط اینا مثلا چیزای دیگه هست، مثلا حالا میگیم ریال استیت، بعد تو قسمت موضوعات دیگه این مثلا ریال استیت فقط کامرشیال باشه یا جنرال باشه، هی دوباره اینو هی فیلتر میکنه و کمتر میکنه. و دوباره اینکه آیا با کانکشن هایی که میخوای کدوم اونایی که با من کانکتند کانکت اونا رو میخوای، یا کانکت اونا و هم به همین طریق. یعنی من افرادایی رو میخوام باشون ارتباط کنم که نزدیک به من هستن، که با من لینکن کانکتن، یا اینکه نه دو طرف اون برتر، یا اینکه اصلا این دیگه ترت میشه، هر فردی میشه دیگه که میتونه اینو وارد موضوع کنه. اینم با این طریق میشه فیلتر کرد و اینو فقط توی پریمیوم موضوع داره. یعنی شما میتونید اگر اون ماهی 300 خورده بدین اینا رو داشته باشین. البته یه راهکار دیگه هم هست که میتونید کانکشن با یک شرکتی که شما باش میخواین کار کنین، از اونجا میتونین وقتی کانکشن میتونین اونایی که باهاش کانکت هستن و ارتباط دارن با اون و به شما بیزینس شما مربوط میشه، با اونا بتونین کانکت رو ایجاد بکنین و احتیاج نباشه که پول بدین. اینم میتونه یک مسیری باشه. حالا مثلا از این طریقم من میتونم سیو کنم هر کی رو میخوام اینجا بره تو لیستم و بعد همشون رو به صورت بسته تعریف کرده باشم که بعد جداگانه به اینا پیام بدم. بیان که الان همینا بهشون دعوت کانکت رو بزنم یا بهشون پیام اون ایمیل بود که چون به من کانکت نیست، من تا تقریبا تعداد محدودی فکر کنم 50 تا دونه رو میتونم بهشون ایمیل بزنم اگر نخوام جدا از کانکت. ماهانه شما هفته‌ای میتونید تقریبا تعداد نمیدونم 100 خورده ای تا 200 تا اینوایت کنین، دعوت کنین که به شما کانکت بشن. هر هفته دوباره این ریچارج میشه روز دوشنبهش که از این طریق شما میتونین با دیگران کانکت کنین. اگر بهشون مستقیم کانکت نشین و بیاین بهشون پیام بدین و از طریق پیام دادن بهشون کانکت کنید، این لینکدین بیشتر میپسنده و به شما بیشتر اجازه میده که با دیگران کانکشن، تا اینکه فقط بگیرین و کانکشن بدون هیچ گونه پیش زمینه و صحبتی، که لینکدین اینو نمیپسنده. برمیگردم رو موضوع اصلی خودمون که در مورد خب اینا همش در مورد پیج خودم بود که صحبت کردم. اما وقتی کلیک میکنم رو دوباره روی پیج دیوارمون، این صفحاتی که میبینید زنیت گروپ که حالا هم بالا هم بازم با تو اینجا بود، برم تو اینا پیج منه که تازه در مورد اون جداگانه جای صحبت داره. وقتی من فقط اینا به صورت خیلی خلاصه وار بهتون میگم، وقتی وارد پیج میشین همونطوری که گفتم 18840 نفر من فالوور دارم که این دوستان وارد شدن و میان میبینن دیوار ما رو، این بد فایل ما رو و قسمت پورتفولیو و غیره و اینا. و اگر دوست داشته باشم اگر ببینن شما پورتفولیوتون قوی هست، اگر ببینن اطلاعات ارزنده توی پیجتون گذاشته باشین، میان قبول میکنن دعوت شما رو. عرضم به حضورتون که شما میتونید ماهی 200 نفر یا 250 نفر رو از طرف حساب خودتون که اونایی که باش کانکت هستین رو به پیجتون دعوت کنین و هر ماه دوباره ریچارج میشه و دوباره اگر اونایی که دعوت شما رو قبول کردن، این فرصت به شما میده که دوباره فرد جدیدی رو اضافه کنین به دعوتاتون. و اگر دعوت نکنن، مثلا اگر 250 تا 150 تاشون قبول کردن دعوت شما رو، شما باز تو همون ماه 150 نفر دیگر رو میتونین دعوت کنید و دوباره از اون 150 تا مثلا 10 تاش قبول کردن، شما 10 تا دیگه دارید که دعوت کنین. در غیر این صورت دیگه ندارین تا ماه بعد که دوباره 250 تا دیگه به شما تیکت میده که بتونین از حساب خودتون دعوتشون کنین تو پیجتون. این یک راهی است برای دعوت به پیجتون که از حسابتون وارد میشه، که ماکسیموم اگر حالا
بستگی داره به تعداد کسایی که شما رو قبول میکنن دعوت شما رو، ولی خب از 250 تا شروع میشه که چند نفر شما میتونید دعوت کنید که حالا چند نفر دعوت شما رو قبول کردن و دوباره شما میتونید مجددا تو اون ماه دعوت کنید. شما اگه به عنوان ویو از ممبر ببینید، یعنی یک نفر بیاد دیوار پیج شما رو ببینه، به این شکل داره میبینه که میتونه پست‌های شما رو ببینه، همون فیچرهای شما رو ببینه که قبلا گذاشتیم و اون قسمت بالا رو ببینه، بک‌گراند و لوگو رو ببینه و به همین شکل. و اونجا باز ایونت هایی که ما گذاشتیم رو میتونه ببینه و تایید بده و دوباره افرادی که برای شرکت کار میکنن، کارمندای شرکت ها که 41 نفر در دبی در این پیج تایید کردن که برای این شرکت دارن کار میکنن. همه این تاییدها باعث میشه که لینکدین برای شما ارزش بیشتری قائل بشه و شما رو بلاک نکنه. بنابراین از تصاویر و فعالیت‌های غیر ضروری لطفاً خودداری کنین، با احتیاط با دقت روش کار کنین تا خدای نکرده اتفاق اشتباهی نیفته و این همه زحمت شما به دود نره. این نیست که اگر حالا پریمیوم داشته باشید یا دارین پول میدین به لینکدین برای حالا هر چیزی، برای کمپینی دارین یا برای هر چیزی، لینکدین بگه خب حالا که اینجوریه من شما رو نگه میدارم. اصلا با پول و اینا کاری نداره. به این کار داره که فعالیت‌های شما و تاییدیه و تحسینایی که دیگران شما رو دارن چقدر مورد قبول دیگران واقع شده و این برایش خیلی ارزشمنده. اینکه شما نیوزلتر دارین، مجله دارین، محتوا تولید میکنین، محتوایی که لینک خیلی لایک داره، کامنت داره و این شما رو روی موضوع نگه میداره. حالا من از اون ویوز از ممبر اومدم بیرون، دوباره رفتم روی پیجم. من اینجا میخواستم، حالا اینجا میتونید برین حالا پست و اینا رو انجام بدین. چیزی که خیلی مهم بود و میخواستم به شما نشون بدم، شما اون قسمت آنالیتیکه، یعنی اون جایی که در هفته به شما میگه چند نفر اومدن پست شما رو دیدن. تقریبا تو یک هفته از 14 در ماه گذشته از 14 دسامبر تا 12 تقریبا 1 میلیون خورده ای من ایمپرشن داشتم. ولی خب این دلیل نمیشه که دیده باشن. تو دیوارشون اومده شاید ندیدن، شاید دیدن، شاید توجه نکردن و 3000 خوردهشون ریاکشن داشتن که بالای 3292% نسبت به ماه گذشته رشد داشته. 34 تا کامنت دادن که بالای 1600% رشد داشته و ریپوست کردن پستای من رو به دیگران. 14 نفرشون این کار رو انجام دادن و این متریک ایمپرشنه که میبینید از یک جا بالا رفته و دوباره این در روز داره نشون میده که حالا کم و زیاد میشه و پستای من رو نشون میده که هر پستی چقدر دیده شده، چقدر لایک شده، چقدر کامنت خورده. اگر چیزی رو من پروموت کرده باشم اینجا نشون میده و اینا میبینن. در کنار این قسمت ویزیتورها هستن که باز مجددا نشون میده که در یک ماه گذشته چند نفر اومدن پیج من رو دیدن، چند نفرشون بار اولشون بوده و چند نفر حالا کاستوم باتوم کلیک واسه فشار دادن. که اینجا تعداد ویزیتورها رو نشون میده که قسمت سبز با موبایل بودن، قسمت آبی یعنی قسمت موبایل، قسمت با دسکتاپ اومدن دیدن و قسمت سبزم اومدن با موبایل دیدن. و اینا چه افرادایی بودن؟ اینا رو همه رو تعریف کرده که اینا استشون مهندس بودن، استشون مالی بودن، فروشنده، سلز، بیشتر ریال استیت هستن و غیره و زاله که همه رو شما میتونید اینجا ببینید. و میریم بحث فالوورز که من تو یک ماه چقدر فالوور گرفتم. شما نگاه کنین از 18000 تا من ماه گذشته فقط 7000 خورده ای فالوور گرفتیم. این نشان دهنده اینه که ما فهمیدیم که چجوری با لینکدین کار کنیم و از بالای 333% این رشد داشته نسبت به ماه گذشته
و این به این شکله که بخشیشو ارگانیک رفته، بخشیشو با اسپانسر یا ما پول دادیم رفته. مثلا تو این ماه که ارگانیک بوده 696 توی 3 دسامبر 696 تاش ارگانیک رفته، 21ش اسپانسر رفته. احتمالا ما تو این روز نیوزلتر داشتیم چاپ کردیم یا ایونت داشتیم یا پستی چیزی داشتیم که اینقدر مورد استقبالش دیگران قرار گرفته که بدونی که هزینه کنیم 690 خورده ای 96 نفر رو به صورت ارگانیک گرفتیم و حالا تبلیغاتی هم یعنی پول دادیم، کمپین چیزی بوده 21 نفر بوده. و چیزی که خیلی جالبه در مورد حالا اون نیوزلتر هم که اینجا میگه که به چه شکل هست که برای میبینین که تو 1000 خورده ای سابسکرایب کردن و اومدن تو این قسمت کمپتیتوره. شما میتونید 10 نفر از رقیباتون که شما اونا رو رقیب خودتون میبینید اینجا لیست کنین و اونا رو با فعالیت خودتون مقایسه کنین. ما درسته که کمتر از 6 ماه 5 ماه اومدیم و همش 18000 خورده ای فالوور داریم و مثلا دانوب 128000 تا داره یا امنیات یا بقیه، ولی الان رنک یک به تعداد فالوور تو 30 روز گذشته هستیم، یعنی بالای 7500 خورده ای ما فالوور دریافت کردیم، در صورتی که دانوب 5000 خورده ای و بقیه دیولپرایی که میبینید تعداد فالووراشون به تناسب کمتر میشه تا اون 10 نفر که من لیست کردم میاد و فقط تعداد فالوورا رو این جدول نشون نمیده، تعداد پستایی که گذاشتیم هم نشون میده. مثلا دانوب 32 تا پست داشته شیر کرده، ما 24 تا پست داشتیم، ولی تعداد فالوور ما بیشتر از دانوب بوده. نشون میده که کیفیت پستا خیلی مهمتره از تعداد و کمیت پستا و به همین تناسب سامانا و بقیه هم تعداد پستایی که داشتن نشون میده. و بعد از اون اینگیجمنت هایی هست که میبینید که مثلا حالا یا لایک کردن یا ریپوست کردن یا کامنت گذاشتن یا به هر حال رفتن تو سایتمون کلیک کردن که اینجا باز مجددا ما تو بین این 10 تا دیولپری که ما اینا رو با خودمون مقایسه میکنیم بالای 3667 تا اینگیجمنت داشتیم در یک ماه گذشته و بعد از ما مجدد دانوب هستش با 2000 تا و بقیه شرکت ها که میبینید این تقریبا میتونه اون ارزیابی ها رو به شما بده. و ما تو خود پیج هم ما نیوزلتر خاص خودشو داریم، جدا از اینکه از حساب شخصی ما نیوزلتر من خودم میذاشتم اینجا براش ادمین تعریف کردیم و این ادمین ها دوستان نیوزلتر متفاوت گذاشتن. خب مثلا این جدید بوده، تقریبا میشه گفت 3 روز پیش این پست و این مجله جدید ما هست که برای پارتنرهای دنبال زمین میگردن و دنبال سرمایه‌گذارم. اینم دوباره یک نوع مقاله جدا هست که اینو قبلا گذاشتیم و در مجموع اینا توی یک نیوزلتر اینوستمنت اپورتونتی هست که بالای 6961 سابسکرایب داره و این سابسکرایب ها میتونن مثل ایشون کانکت نباشن، یعنی اصلا به پیج وارد نشده باشن و عضو پیج نباشن، یا میتونه فالوور ما باشن که من میتونم به راحتی به اینا پیام بدم. مثلا اینا نیستن، یعنی نیوزلترها سبب شده که من بتونم از راههای جدیدی افرادای زیادی رو باشون آشنا باشم که حتی اینا فالو نمیکنن یا کانکت نشدن با زنید. دوستان عزیزم، من میخواستم اینجا دیگه تقریبا بحث رو تموم کنم. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و این آموزش رو در کنار هم داشتیم. مطمئنا اگر بیشتر به بله خانم سوزانی هم که باش جدیدن کانکت شدم همین الان هم به من پیام داد و این از فواید لینکدین هست. حالا من بعداً سرفرصت بهشون پیام میدم. امیدوارم که از این پیام خوشتون اومده باشه و واقعا مفید واقع شده باشه. مطمئنا اگر به دنبال کار میگردین بهترین کار یکیش لینکدینه، نمیخواد بین اون بسپارید یا اینکه
توی آگهی بازرگانی یا توی مجلات بگردین. هیچ جا مثل اینجا بهترین گزینه نیست برای اینکه برای استخدام اگه میخواین بگردین، اول پورتفولیوتون رو قوی کنین، رزومتون رو قوی کنین و از همینجا اونایی که درخواست کار دنبال کار، یعنی دنبال کارمند میگردن، شما میتونین اونجا اپلای کنین، رزومتون رو سعی کنین کانکت بشین باشون و دوباره بهشون پیام بدین تا بتونید به این شکل بیشتر با این دوستان، با اون افرادی که دنبال استخدام میکنن بیشتر در ارتباط و تعامل باشین. و اینجا من فقط یه موضوع دیگر هم بگم. تو قسمت جاب پستین که حالا من کار مثلا دنبال استخدام بودم برای ریل استیتمون که تقریبا میشه گفت دیروز گذاشتم و حالا میتونه هم مجانی باشه، هم میتونم من $100 پرداخت کردم. این لایو، این جدیده که الان 20 اپلیکانت وارد شدن. میتونه درافت باشه از درافت باشه که الان گذاشتمش بعداً بخوام پستش کنم، یا اینکه اون قبلیایی که به دنبال استخدام بودم، مثلا حسابرس بوده، بالای 3000 خورده اپلیکانت ما گرفتیم که استخدام کردیم، 2 نفر 3 نفر استخدام کردیم. و همچنین ادمنستریشن اسیستنت بوده که باز اینجا 1-2 نفر استخدام کردیم به همین طریق. حالا مدیریت برای اجاره بوده، مدیریت برای ساخت بوده، ایجنت ریل استیت بوده، طراح بوده. اینا افرادی بودن که ما در طول زمان دنبال استخدام بودیم. حالا من اینو کلیک بکنم، از اینجا شما متوجه میشین که اپلیکانت ها رو میبینید که اینجا 20 تا اپلیکانت هستن، 130 نفر دیدن، ولی 20 تا اپلیکانت اومدن و حالا من بزنم تو ویو اپلیکانت، این اومدن فایلاشون رو دارن و حاضر به همکاری شدن که این افرادها هستن که خواستن بیان و با ما همکاری کنن و اینا رو ما بر اساس مثلا اینشون اون درخواستاشو که نشونتون بدم و بعد ما یه سری سوالات ازشون کردیم که حالا کوالیفیکیشن ها که آیا تو ریل استیت کار کردی، آیا دیجیتال مارکتینگ بلدی یا زبون غیر از مثلا زبان عربی بلدی. این دوستان میتونن بیان و بگن بله یا خیر و بر اساس اون مثلا من گفتم عربی لازمه اینه که باشید، ایشون میگه من بلد نیستم و منفی زده. به هر حال بر اساس این معیارها ما این افرادو میسنجیم، بعد بهشون تماس میگیریم و بعد حالا با واتساپ و تلفن یا با خود همین پیام از اینجا اینا رو فیلتر میکنیم و اون فرد شایسته رو استخدام میکنیم. ممنونم ازتون بابت اینکه وقت گذاشتین. تقریبا یک توضیح جامع ولی کلی، نه به صورت جزئی، من در مورد لینکدین خدمت شما ارائه دادم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. لطف کردین میتونین این ویدیو رو در یوتیوب ما از طریق این تلگرامی که @zenith_workshop گذاشتیم، workshops، میتونید اینجا کلیک کنید و اونو اونجا ببینید. ممنونم ازتون.